اگر از روز اول به تاریخ انسان نگاه کنیم میبینیم که اولین تکنولوژی که ما داشتیم مغزمون بوده. بعد همین تکنولوژی مغز باعث شد که ابزار بسازیم و آتش رو کشف کنیم. این ابزارالات و کشفیات انسان‌های اولیه رو دست کم نگیرید. همون تکنولوژی مغز که به ابزار تبدیل شده بود، امروزه به چیزهای ناجور تبدیل شده. بمب اتم، ربات‌های هوشمند، اسلحه‌های مرگبار و خیلی چیزهای دیگه. انسان طی هزاران سال پیشرفت می‌کرده، اما با سرعت کم که این اواخر یه مقدار سرعتش بیشتر شده بود. اما از سال 1960 که کامپیوترها وارد بازی شدن، سرعت پیشرفت به شدت رفته بالاتر. کامپیوترها به کمک مغز انسان اومدن و سرعت پیشرفت رو سال به سال ترقی دادن. اما وقتی به این کامپیوترهایی که در دستمون نگاه میکنیم میبینیم که داره به آخرین حدودش میرسه. دیگه مثلا چی میخواد بشه؟ شاید باورتون نشه، پیشرفت به سرعت داره اتفاق میفته. اندازه قطعات کامپیوتر داره کوچیکتر و کوچیکتر میشه، به طوری که داره میرسه به اندازه یک اتم. اما برای اینکه بفهمیم مشکل چیه، بایستی چند تا چیز پیچیده رو یاد بگیریم. کامپیوتر رو که میدونید از قطعات مختلف تشکیل شده و کارش اینه که اطلاعات رو پروسس میکنه. در داخل یک تراشه کامپیوتر مدول وجود داره و درون مدول ها دروازه های مختلف هست و درون دروازه های مختلف ترانزیستورها هستند. ترانزیستور ساده ترین قطعه پروسه اطلاعاته و مثل یک کلید خاموش روشن میمونه. این اطلاعاتی که تو این مسیر داره پروسس میشه بهش میگن بیتس که از شماره 1 و 0 تشکیل شده و وقتی این بیتس ها رو پشت سر هم میذاری اطلاعات پیچیده تر و پیچیده تر میشه. این عددهای 1 یا 0 رو که پشت سر هم میبینید هر کدومشون مثل یک بچه میمونن و تعداد کلیشون مثل صدها یا هزاران تا بچه هایی که میتونن هر مشکلی رو با هم حل کنن. کوچک شدن قطعات کامپیوتر میتونه ادامه پیدا کنه، اما فیزیک کوانتوم کارو سخت میکنه. گفتیم که ترانزیستور مثل یک کلید خاموش روشن میمونه و کارش اینه که میذاره الکترون ها رد بشن یا رد نشن. یک ترانزیستور با تکنولوژی امروز فقط 14 نانومتره. خیلی کوچیکه ها، یعنی 8 برابر کوچکتر از ویروس HIV و 500 برابر کوچکتر از یک سلول خون انسان. اندازه ترانزیستور رو که متوجهی، اثرات این تکنولوژی رو ما در حال حاضر داریم میبینیم. موبایل هایی در دست مردم هست که از خیلی از کامپیوترهای گذشته قوی تره، با اینکه خیلی کوچیکه. اما فیزیک کوانتوم یک مانع شده. یعنی بعد از این مراحل، بعد از کوچکتر شدن ترانزیستورها، به جایی میرسه که الکترون ها دیگه به حرف ترانزیستور گوش نمیدن و اون نمیتونه جلوشونو بگیره. برای همینطوری رد میشه. وقتی ترانزیستور نمیتونه جلوی الکترون ها رو بگیره، بهش میگن تونل کوانتومی یا کوانتوم تانل. اگر بخوایم تو مسیر توسعه کامپیوترها پیشرفت کنیم، باید بریم سراغ فیزیک کوانتوم. و همین الان دانشمندان در حال توسعه تکنولوژی کوانتومی هستند و کامپیوترهای کوانتومی ساخته شده. گفتیم که در کامپیوتر عادی عددهای 0 و 1 که همون بیتس ها میشن، کوچکترین واحد اطلاعات یک کامپیوترن. بیتس در کامپیوتر کوانتومی به کیوبیتس تبدیل میشه که اونم 2 تا عدد مختلفه.
کیوبیتس های کامپیوترهای کوانتومی هر دوتا عدد درون یک کیوبیتسه. مثل کامپیوتر عادی جدا نیستن. در هر کیوبیتس هر دو شماره وجود داره تا موقعی که ارزش اون اندازه گیری بشه. اون موقع است که هر کیوبیتسی یه دونه از اون شماره ها رو انتخاب میکنه. وقتی شما 4 تا بیت داری، بیت که میدونید تکنولوژی قدیمی است. وقتی شما 4 تا بیت داری، اونها با عدد 0 و 1 میتونن 16 تا عدد مختلف رو ارائه بدن. اما فقط یک دونش رو میتونی استفاده کنی. در حالی که کیوبیتس همون 16 تا شماره مختلف رو میده و میتونی همه شماره ها رو استفاده کنی. یعنی به یک باره 16 برابر بیتس و این خیلی استخوان‌بندی اطلاعات رو قوی تر میکنه. خیلی پیچیده است نه؟ اما این آینده کامپیوتر هاست. کامپیوترهای عادی اطلاعات رو ازت میگیرن و هر موقع خواستی بهت میدن. اما کامپیوترهای کوانتومی میتونه یک اطلاعات خیلی پیچیده رو بگیره، پروسس کنه و بده بیرون. اما فکر نکنید در آینده همه یک کامپیوتر کوانتومی داشته باشن. تو خونه احتیاجی به کامپیوترهای کوانتومی نداریم، ولی خیلی جاها دنیا هستش که این کامپیوتر واسهشون معجزه میکنه. مثلا پلیس بین الملل میخواد از روی یک عکس بفهمه که این کیه. کامپیوتر عادی نمیتونه این کار انجام بده. اگرم بتونه خیلی طول میکشه، ولی کامپیوتر کوانتومی یک همچین کاری رو در کسری از ثانیه انجام میده. تکنولوژی کوانتومی میتونه حتی بیماری‌های خطرناک رو تجزیه تحلیل کنه و راه حل بده. نمیتونیم بگیم کامپیوترهای کوانتومی نعمتن یا نقمت. فراگیر شدن اونها یک انقلاب تکنولوژیک به پا میکنه. یا خیلی بهتر میشه و یا اینکه این تکنولوژی پیشرفته از انسانها برده میسازه، به طوری که هویت هر کس که در هر جای دنیا داره راه میره مشخصه. یعنی اگر منو بخوان میدونن من کجام. عاقبت این تکنولوژی خیلی راحت میتونه این باشه، به طوری که هیچ کس حریم خصوصی نداشته باشه. امیدوارم اینجوری نشه، چون یه جورایی ترسناکه. اما اگر این تکنولوژی در راه خدمت به کره زمین و موجودات روی اون استفاده بشه، عالی میشه. لطفاً نظر بدید و مطمئن باشید که ما همه کامنت ها رو میخونیم، ولی نمیتونیم جواب بدیم چون واقعاً وقتش نیست.